خب دوستان نگاه کنین. اولا اینو بگم که این کانال دلیه و من هر چی که یاد بگیرم از ترید یا تستنت و این چیزا تو این کانال یوتیوب میذارم. یکی از چیزایی که توی ترید یاد گرفتم از آدمایی که باسوادن تو این حوزه، مثلا از یاشار یا امیربیت یاد گرفتم، خرید پلی. خرید پلی، کسایی که واقعا تریدرن همیشه به صورت پلی خرید میکنن. وقتی که شما به صورت پلی خرید کنین، حتی اگه بازارم بره تو ضرر، مثل الان که تو ضرره، شما ضرر نمیکنین، متوجه این و تو سودین همیشه. خرید پلی به این شکله که شما اولا باید کل سرمایه‌تون رو محاسبه کنین ببینین چقدره. اگه کل سرمایه‌ای که دارین، کل پولی که دارین مثلا $1000، متوجه این $1000، شما از این $1000تون باید فقط 10% رو بیارین وسط و اگه بخواید ترید کنین با اون 10% ترید کنین. چطوری این 10% رو حساب کنین؟ میاین 1000 رو ضرب در 10 میکنین، تقسیم بر 100 میکنین. متوجه این؟ حالا این دو تا صفر با این دو تا صفر میره، چقدرش میمونه؟ $100 میمونه. $100 میمونه که اینجا میبینید. متوجه این؟ یعنی بخواید حسابش کنین باید اون مقدار سرمایه‌ای که دارین 10%ش حساب کنین. 10% هر چیزی رو، یه مقدار x درصد هر چیزی رو بخواید حساب کنین، شما این x درصد رو باید ضرب در اون مقدار کنین. مثلا اون چیزی که دارین مثلا فرض کنین وای باشه، ضرب در اون مقدار کنین، تقسیم بر 100ش کنین، مقدار درصدش به دست میاد. مثلا الان از این $1000 گفتم شما بخواید 10%ش که کل سرمایه‌تون $1000، 10%ش رو حساب کنین، باید 10 رو که حکم همون x رو داره ضرب در 1000 کنین، این 1000 حکم y رو داره، ضرب در 1000 کنین، تقسیم بر 100 کنین، 10%ش میشه به دست میاد که میشه $100. خب این $100 که دارین و شما میخواین وارد ترید کنین، به این شکل نیست که شما کل این $100 رو برین درجا برین یه ارزی رو بخرین. از این $100 رو باید تقسیم بر سه تا چیز کنین، به 3 قسمت تقسیم کنین. اولا این $100 رو شما توی پلی اول خرید، یعنی بار اول که میخواین بخرین، باید 20% رو بخرین. 20% رو چطور حساب میکنین؟ مثلا همون 10% $1000 که حساب کردیم، اینم همونطوریه. 20 رو ضرب در 100 میکنین، تقسیم بر 100 میکنین، جوابش به دست میاد. یعنی پلی اول خرید شما 20 رو ما اگه ضرب در $100 کنیم، تقسیم بر 100 کنیم، میشه همون 20%. متوجه این؟ همین $20 که اینجا داریم میمونه. یعنی شما با $20 توی پله اول میخرید. متوجه این؟ وقتی این $20 رو خریدین، خب یا بازار میره بالا، یعنی قیمتا میرن بالا که تو این حالت شما سود میکنین. متوجه این؟ یا اینکه قیمتا میان پایین. و اگه قیمت اومد پایین، حالا پله دوم خرید رو شما باید انجام بدین. متوجه این؟ پله دوم باید 30% از این $100 رو شما بخرید. یعنی 30 رو ضرب در 100 میکنین، متوجه این، تقسیم بر 100 میکنین که میشه چی؟ میشه $30. یعنی از اون $80 که باقی مونده، شما $20 رو توی پله اول خریدیم، از اون $80 که باقی مونده $30 رو دوباره توی پله دوم میخریم. متوجه این؟ خب این باز دو حالت داره، یا قیمت ها میرن بالا که شما سود میکنین، یا اینکه میان پایین و اگه بیان پایین شما باید پله سوم خریدتون رو انجام بدین که 50%. 50 رو ضرب در اون باز $100 میکنین، باید ضرب در اون مقدار اولیه کنین، ضرب در $100 میکنین، تقسیم بر 100 میکنین که میشه $50. یعنی با اون $50 باقی مونده پله سوم خرید رو انجام میدین. اینطوری شما هیچ وقت نمیرین تو ضرر. حالا مثلا من بخوام تو چیز نشونتون بدم، تو چارت نشونتون بدم، الان همونطور که میبینین BNB $562. متوجه این؟ BNB تا دیروز پریروز 700 خورده دلار بود، حالا اینقدر بازار ریزش کرده. خب اگه شما مثلا بخواید BNB بخرین، مثلا تو $100 اون مقدار تریدی باشه که میخواین ترید کنین باهاش، گفتم همیشه 10% از کل سرمایه‌تون، مثلا $1000 دارین، 10%ش میشه $100. از این $100 شما نمیان درجا بیاین همشو بدین الان با این قیمت BNB بخرید. از این $100 شما 20% حساب میکنین که $20 با $20 اینجا میخرین، یعنی تو این قیمت با $20 میخرین. حالا اگه قیمت بره بالا شما سود میکنین. متوجه این؟ اگه قیمت بیاد پایین، یعنی مثلا قیمتش بشه $539، قیمت BNB بشه $539، شما با 30% سرمایه‌تون، 30% اون $100 میشه چقدر؟ $30. با $30 دوباره توی پله دوم اینجا میخرین. پله اول اینجا بود که $20 خریدین، پله دوم اینجا $30 میخرین، پله سوم حالا اینجا اگه قیمت بره بالا باز شما سود میکنین. اگه قیمت بیاد پایین مثلا بشه $502، شما پله سوم رو میخرین. متوجه این که میشه چقدر؟ گفتم 50% اون $100 میشه $50. با $50 شما توی این قیمت میخرین و اینطوری شما طرز خرید پله کلا اینطوریه. اینطوری شما اصلا ضرر نمیکنین. یعنی اینطوری که من فهمیدم اصلا ضرر نمیکنه. حالا به نظر من این پولایی که از این ربات‌ها و تستنت‌ها و این چیزا به دست میارین، همشون رو یه جا جمع کنین و بذاریم برای ترید. من خودم میخوام همین کارو بکنم. الان کلا من کل سرمایه‌ام $20. متوجهی؟ کل سرمایه‌ای که دارم $20.
خب من از این $20 بخوام 10% حساب کنم خیلی کم میشه و فعلا صبر میکنم این پول این ربات‌ها و این چیزا رو جمع میکنم و بعد به همین شکلی که گفتم خرید پله‌ای رو انجام میدم. همین دیگه، چیز خاصی نداره. موفق و سربلند باشین.